سوال از جانب یک زن: برای چی زنها را خدا به 2 شوهر یا 3 شوهر یا 4 شوهر اجازت نداد؟ چگونه که مردها را به 4 زن اجازت داد؟ بخشش زیاد ملال عصبی نشوید. الحمدلله که من عصبی هم نیستم، من هیچ وقت عصبی هم نمیشوم. سوال ما با این سوالم سوال هستید. برای این دانستن این خواهر عزیز ما لازم است و جای ملالیش هم نیست. چگونه که خواهر جمعه گذشته ما را سوالی داده بود که سوالی او را اگر چنده که ما مفصل هم نگفته باشم، ولی همون لازمی چیزی که در کار بود ما گفتیم، ولی بسیار چیزهایی داشتم در ذهنم که گویم، ولی به خاطر که باز آینده اینها را کسی گوش میکند، شاید که مثال باز هر کل بافته های در اطراف او جای کنن، منم خلاصش برای او گفتم. ولی این خواهر عزیز ما کسی باشد سوال دادن که برای چی خداوند برای مرد 4 زن اجازت داده است و برای زن 4 شوهر نه؟ اولا اگر شما فکر کنین وقتی که نمی کدام زن در روبروی شما ایستاده گوید برای چی شوهر 4 شوهر برای زن اجازت نیست، خودش سوال معنی ندارد. خودش سوال بی معنی است. زیرا اینکه هر چیزی را که خداوند حرام گفت او به حکمت نیست. چیزی را که خدا حرام گفته است، حتمی حرام های پروردگار به ضرر ماست و به قدر و به قیمت شدن ماست. هیچ کدام حرام کرده پروردگار برای ما نفع بخشیدگی نیست یا قدر و قیمت ما را بلند کردگی نیست. شما اینا فکر کنین چیزی را که خدا حرام گفته است، کنی بینین کننده های همون اجرا کننده های همون ها کیا هستند، چه منزلت دارند، چه آبرو دارند. اگر همین 4 روزه آبروی دنیا را شما در نظر داشته باشین، این آبرو نیست. برای همین اولا خواهر عزیز، خدا در قرآن شما میتوانید که سوره نساء خود در اطراف زنها سوره آمده است به نام نساء، یعنی زنها. در خود سوره زنها خدا داناست آیت 3 است. آیت 3 همین سوره نساء پروردگار میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. خدا میگوید پس برای نفس های خودتان ای مردها نکاح کنید 2 زن، 3 زن، 4 زن. یعنی بعضی ها میگن که مردها در 7 زن رواست، بعضی مردها در مثال چند زن رواست. نه، اساسش برادر عزیز همین آیت قرآن، آیت 3 از سوره مبارکه نساء. حالا امروز قرآن ها هم با کریلیکی تحلیل شدگی، شما میتونید قرآن ها را با حروف های عربیش هم که نفهمین با حروف های گویم کریلیکی روسی قدیم تحلیل شدگی هم. شما میتونید که آیت 3 سوره نساء را تماشا کنید. خدا میگه 2 زن، 3 زن، 4 زن برای مردها حلال گردانید. اولا در جواب این خواهر ما این میسد که آیت قرآن است. ما اطراف این محاکمه حق نداریم که گویم برای چی خدا 4 زن مرد حلال گفت و 4 شوهر به زن اجازت نمیدهد. اولا ما اطراف این در حقوق محاکمه نداریم، اطراف این کار کردن در حق نداریم، مگر بعضی عقل‌های بودن که خب بعضی حکمت‌های این آیت خبر دادن. بعضی این آیت ها را، این آیت حکمتاش خبر دادن. یکم نسب بسیار نقش کلان میبازد. ولی خواهرای عزیز این 4 زنگی از اسلام این جانبه پیش از اسلام تا 100 زن داشتند. عدد معین نبود، چند زنی میگیری گرفتن بگیر. وقتی دین اسلام آمد حتی که دیگر برای اونها محرم شدن گرفتن درست بود.
بعض پدرها آیات قرآن است، بعض پدرها وقتی که زنهاشون سر میدادن فرزنداشون با نکاح کردن میگرفتن. ببینید سوره نساء، خود سوره نساء را تماشا کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. خدا میگه نکاح نکنید آن زنهایی را که پدرهاتون نکاح کرده بود، یعنی فرزندان نکاح کردن میگرفتن. ولی این تازگی و این رعایه و این معرفت و این مدنیت از اسلام این جانب آمده ایستاده است. بی عدد بود زنهاشون. یکم نسب باید ثابت باشد. ببین اگر یک زن 2 شوهر دارد یا 3 شوهر دارد، آبی که در او داخل می شود وقتی مخلوط می شود عررش می شود، این نسب ای کی ثابت است؟ معلوم نیست. این فرزند کیست؟ پگاه یک دعوا می شود. این از کی حساب کنیم؟ از کدام شوهرش؟ معلوم نیست. برای همین است که حتی در مذهب خودمان هم زنی که حامله دار باشد میگد نکاح کردنی، اگر از یک مرد بیگانه حامله دار شد، یک انسان دیگر میخواهد که همه حامله دار نکاح کرده گیرد، فقهای ما و شما، عالم های ما و شما رخصت دادن که نکاح کردن درست ولی با او همخوابه شدن نادرست تا وقتی که این فرزند تولد کند. زیرا نسب ای از فلانی معلوم است، اول تولد کند، فقط نکاح کردنش درست، همخوابگیش درست نیست. برای یکم نسب است. ان نسب که ثابت نباشه، فرزند کی بودنش ثابت نباشه، این دنیا همه حبطه می شود. دیگر اینها را با کی ازدواج میتی؟ چی میدانی که او دختری تا از بچه کی است؟ دیگر هم تا عررش می شود یا غضب خدا می شود. دیگر دویم شوهر و سوم شوهر این مثل زنا هست. وقتی زنا کی زیاد شد، خداوند گفت مردن زیاد می شود، نابود شدن مردم، ویران شدن دنیا زیاد شدن بگیرد تا چند زنا زیاد شدن گیرد. دیگر پروردگار میگوید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا میگه ما از نفس شما مردها زنها را آفریدیم تا که در پهلوی اونها شما آرام گیرید. اگه تصور کن که زن خدا میگن ما از شما آفریدیم به خاطر که در پهلوی او تو آرامش پیدا کنی. اگر زنی 3 شوهر داشته باشه از کجا آرامش پیدا کنی میتونی؟ نه در پهلوها که زن میافتی یا نه دست شگرفته از صحبت داره که شوی دویمش میدروید یا شوی سهمش میدروید. چی میشه حال؟ کنی راحت، کنی آرامش. ببینید بین اینا چی جنجال میشه. برای من خدا میگه لتسکنوا الیها، ما اینا را آفریدیم که در پهلویشان شما آرام گیرید. همه آرامش های بین میرود، دیگه آرامش نیست. این حکمت ها را ببینید. دکترها را پرسین که یک زن اگر 2 شوهر 3 شوهر 4 شوهر همخوابگی کند، آیا نفس زن به ضرر میمونه؟ جهت های طبیعیش هم. دیگر یک دلیل گویم که عقلی، دلیل های عقلی. یک مرد 4 طفلی داره، 4 طفلی. ببینین هر کدامکش گویم که هر روز میپوشی، در نتیجه همین خیلی مدت زیاده برای تو بسنده است. ولی اگر یک طفلی را برای 4 کس بخری چه میشه؟ 4 کس یک طفلی را میپوشه، همین هر روز تیکه تیکه میشه، تمام میشه. همین خیلی نیست این شما خودتون با همین ذهناتون فکراتون قطعی کار کنید. برای من امکانیت ندارد خواهر عزیز، چیزی را که خدا میداند بنده نمیداند. چیزی را که خدا حرام گفته است
مهربانی خداست. چیزی را که حلال گفته است این مهربانی خدا برای